من همچون مادر، همچون هموطن، همچون همزبان دویم اینه که به هموطنای خودم میگم که در کجا که نباشیم باید که خودمون خوب نشان دهیم. چه خوب نشان دهیم؟ با رفتاری خوب، با سخنی خوب، با معامله خوب، با آداب خوب. من وقتی که در این روسیه داخل شدم، در دختری خواننده، همکورسای من هر گپای پس بلند گپ میزدن. من که مساکی خیلی پوشیده میرفتم، گپای پس بلند گپ میزدن. با دستالای با همراهشون یگانش نمیخوردم. بعد گپای هر جا میفتن من گپاشون دا جواب نمیدم، یا خیلی وقتا جواب میدم گپاشون دا. جایی که گفتی رحمتی مادر میگه که در جایی هست که سخن گفتن نمیتونی، میگه که از گفتن اون گفتن بهتر است، زبان در دهان پاسبانی سر است. جایی هست که گپ رو در جوش میگی. یک بار ما رفتن که تو با ما столовый نمیری خوردنی، تو زیبایی تا گفت محکم کرده نشانه میتی دا آدمو ترم خوردنم من است. گفت طرف مگه هم پرسم، گفتم بله برای من خوردن من است. چقدر دوای میگم مثلا تمامای شما چقدر پخته شده است، مثلا من نمیدونم، من نمیخوام تمام، من یک کوچه تمام نمیخوام. چقدر من خیلی طبیعت دارم که یک کوچه نمیخورم، حتی آب از کوچه من نمینوشم. من خیلی تربیت خیلی کلان شدگیم، لیکن دامون چقدر مثلا میتونم بگم که من نمیخورم از طلبشون. گپ زیاد میشه. گفتم ها بله من دم خوردن ممکن نیسته. بعد رفته در کوراتر گفته که خیلی ما گپش میزنیم، این گپای ما رو نمیفهمه. کوراتر میگردم میگه طرفشون که کاردارش نشین، باش ما کارداره یا کاردار نیست، چه کاردارش میشین؟ تو چیکار میگم که بخری بور نداری بخری چیکار داری که اینو کاردار میشدن. بای اعلا میگن قدیم جنگ میکنن که تو چه بای پنج گفتی و بای پر نگفتیم. بعد من یار گشتم گفتم گوش کن ابولیسنا رو میشناسین؟ گفتن که نه. ابولیسنا گفتن که نشناسین شناس شنگ گفتم ابولیسنا گفتم بابا کلانی ما بود. من اگر بای 5 گیرم نا احترام میشه نسبت به بابا کلان باره بای 5 گیرم. معلمه گفت که کسی بر اومده جواب تیا بیوری ما به دفتر ایمان کرده بهای 5 میمونه. اگر کسی که بیوری ما اگر جواب تیا به دفتر چیکنه 4 میمونه. اگر بیوری ما و ایو دفتر مخونه بای 3 میمونه. ما بر اومدم به دفتر بیوری معلمه جواب دادم. حتی بهای 5 من نفهمیدم که بهای 5 مونده. молодец گفت معلمه اون بشینه. ششتم معلمه که برام قدیمت نمیخواد چلیکش قدیم خیلی دستش قدی خیلی طرف منه نخلی که معلم کورسم دستش خیلی طرف من برو گفت اونجا گفت نخلی کدی برو گفت اونجا چه خیلی گفتم معلمه گردی بعد هم خوای که ما گشتم گفتم که تو خیلی کی گفتم سینش این پس زنی آدم اینا چلی قتی نشون دادم آدم ما گشتم در قفش تگ گفتم خیلی پیش گشتم طرف نگاه گفتم که تو خیلی کی گفتم تو خیلی کی گفتم تو دیرکتوری تو приемной комиссии تو معلمه کی بعد دستی مرد گفتم چلی قتی نشون دادی گفتم طرفش برای چه کس تو بای 5 گفتی ایه ما گفتم بای 5 تو گفتم زیخ شدی تو بجا گفتم مرا تبریک کنی چون بای اعلا بگم من شما تبریک میکنم молодец میگم اش گفته نمیکنین نگو ویرو تو فقط 5 گرفتی ما بای 5 نگرفتیم تو 5 گرفتی تو روس نیستی تو زبان روسی نیست تو چه بای 5 ما گفتم زبان روسی نیسته نکی خواندگی هم کلام کار میکنه причем здесь گفتم زبان причем گفتم زبان شما مادری من هست نیست زبان مادری من هست نیست کالا کار میکنه در اینجا زبان با کار نمیره در مدیسین گفتم در مدیسین کالا قدی کار میکنی فهمیدی گفت تو ساز گپ زن من گفتم تو ساز گپ زن فهمیدی حد گذرانی گفتم ساز گپ زن گفتم چلیک قطعی مرا نشون نده گفتم فهمیدی ما با چلیک نشون دادم تو کی ها بوده که تو چلیک قطعی مرا نشون دادی بعد همین قچون قهر کردم چند گپ نزدم بعد از سیم کرسی اومدم پیش بخش پرسیدم امو یک جداش خونده سیم سروسکی بریم گفتم من دوگانه نداشتم به دوگانه کلان شدگیم دوگانه من مادرم بود جورم پدرم بود گفتی که ما به دوگانه کلان شدگیم ما یگان نه کودکی قطعیش که بازی نمیکردم مادام اینترس ندیگانگی تیم боли گفتم در مدیسینم من قطعیش گام نمیزنم من باید بخونم کلام گفتیش که من سر اوکن که علم مدیسینه را اخذتم خیلی برای همین انسان همیشه باید چی باشه در فکر گرفتن معلومات باشه. من همین سال تمام کردم در روسیه چرا دیپلم مدیسین گرفتم. مرا اینجا توجیه گفتن که شما 30 سالتون کلان شده چون میکنی خونده پنسه گفتم پنسه گفتم شنم اعتراض آدما نگاه کنم که اینجا میره چیکار نه میرم اسپورم گذاشت امتحان از امتحان داخل میشم اسپوردم گذاشتم داخل شدم خونده بعد یک خواندم با تبریکنیر گرفتن قانتون از دانشگاه در 30 سال با دیپلم دکتری هم گرفتم گفتم بله میگه به هر کاری که اومد بسته گردد اگر خاره بود گلدسته گردد